آیه میلاد فرید ناصر کیاده فرزند محمد، ببین نه شماره حساباتو میذارم، نه شماره کارت تو، نه شماره ملی تو، نه حتی نشونی تو، ولی شماره تماس تو میذارم که عکس واتساپ تلگرامشو میبینی، چون درس عبرتی باید بشه واسط که دیگه از این کارا نکنی وقتی که حالت نرمالی نداری. من اینا نمیشکافم، مردم میفهمن. نه یا ببین من اصلا کار ندارم که سانس زنون مردونه تموم شده، تو میتونستی از همون دور با داد بزنی بگی خانم تموم شده بلند شو برو، نه که با شورت آستین کوتاه بیای نزدیک خانم بعد اینجوری رفتار بکنی. درس عبرتی باید بشه هم واسه خودت هم واسه امثال تو که دیگه نکنن این کارا. بالاخره باید از یه جای شروع بشه. نه 939 738 44 41. دوستتم که رو موتور بود که حسین محمد علی پوره، اون شانس آورد سری گردش کرد رفت. اینم یکی از عکساش. غریق نجات هستین، زحمت میکشین، ما هم خسته نباشید میگیم، ولی دلیل نمیشه که بدون فکر توی همچین مواقعی و همچین بور زمانی که ما حالا هستیم بخوایم همچین رفتاری بکنیم. باز نشکنید. خیلی ها کار دارن با آیه میلاد جون. موفق باشید.